قبول کنید. سلام علیکم. سلام علیکم با کلی برادران مسلمان. امیدوارم که خوب است یک حسین اشرف. زنده باشی برادر عزیز. تشکر. ما الحمدلله خوبیم. دعاهای شما. یگان گپامون کم تریسو صرف بخشش ده که یکم برادایی. نه مشکل نیست برادر. برنامه خودتونه. ما کوشش میکنیم که یک منبری باشه که مردم بتونه که پیغامش به مردم برسونه. انشاءالله که ما امروز تولد شدگی قطعی شماییم. ما هم وقتی کودکی حکومت راست دیگه نفرت داریم نسبت بدبختو. امی یک برادران میبروین میگن که خستن در کار ما فکر میکنم که حضیرش در کار نیست که یک بار خدا رحمتی عمر علی کمتر خطا کرد خلقو قد تیار نبود وای کرد مثال نخستک خلق بگیم انشاءالله که خوزی خیلی خلق ما مثال خیلی باینده چخیده که ما مثال در این طرف هاییم میدونیم در خلق نفرتش زیاد شده است روز بروز نسبتی مثال منافقا انشاءالله که کمتر دیگه در کارای که همی برنامه ها زیادتر شوه با خدا اکا رنگ لونکه شدگیم در همی برنامه ها مثال دیگه با این کاری که ایو کدن این کاری که بدبختو کدن که یک طرف خوبه مثال نه که ای طرف دیگه با مثال بگیم دلمون میسوزه برای برادر مثال عزتمون نه که خلق خیلی بیدار شد خلق خیلی فهمید که این بدبختا یگان کس در رحم ندارن یگان کس در این همی یک پتگریشه جمع شدگی هم بدبختا مثال فقط خود چونده و یا که اکا بنام الله دامو گرد ونای خود چون رحم ندارن اونمو آدمای نمو خوگزنای هستن که در گردشون همو در او رحم ندارن همی کدامش در کار شوه که یعنی ما میکنم به خدا حالی که بای ما و شما و این خلق بیچورایی که گفتی گپا در بدره یا او سوبسته که درست. شما چی فکر میکنید که همین گناه همین مردک چی بود؟ که همین نفهمیدم گناه همین برادر عزت همون چی بودک؟ گناهی برادر که برادر دلش به ملت میسوخت به ملت جمهوری تاجیکستان به خلق جمهوری تاجیکستان نه تنها یکی برادران میبرن ملت تاجیک در تاجیکستان زیاده 4 میلیونش دیگه ملت های که قریب 3 میلیون چند که 4 میلیون میسوخت به خلق تاجیکستان دلش میسوخت نه تنها به خلق تاجیکستان به دیگه خلقای یارده میکرد به خلق ازبکستان به خلق قرقیزستان به بسیار کسا خوبش میرسید مثالیگه این حکومت ما نمیخواه که ملت تاجیک سرش بلند شوه شکمش سیر شوه وقتی که سری آدم بلند شد شکمش سیر شد بعد این طرف او طرفش نگاه میکنه که چی گپای مثال حکومت چی خیلی حکومت مثال پیش رفته است یا که عقیب رفته است میبرن تاجیکستان با پیش یا سر تانمون ها تاجیکستان با پیش نه تاجیکستان با عقیب رفته است درست دیگه بلاگرها نگاه میکنم دیگه مثال خلقا در همین قضیه به طرف نیستن خیلی ویدیو میپرتوین یگان برآمد میکنن این بلاگرهای ما هم خیلی خدا زدگی هشون که یا تنیم تشخیل میکنن بسیارش همش هم خیلی خب و خاموش تاجیکستان با پیش گفته گشتی ما تا امروزه یگان بلاگر ما ندیدم که از بلاگرهای تاجیک در این قضیه دخالت کنن این قضیه را دخالت کردن شما میدونید که برادر این قضیه را ما که پیش از این بزرگتر قضیه ها دا ما که این آزادی ایرا که آزادی برادر عزت امونه که نه ما وابشه میگم که تو گم شه از حکومت правильно 100% گپ ببینده ما میگم که برادر عزت امونه ایرا که آزاد باید بکنی نکنی فرق نداره ما نابودی ترا میخواهیم حتی ترا نمیخواهیم ببینیمت از این بانومی الله ارزو دارم اکجان پیش گپ ده ارزو دارم که همه حیات در بدنم در یگان مثال یگان پریزیدنت دیگر را بینم یگان پریزیدنت ده ارزو دارم اما 30 چند رفتگیم ایروزه که همه خدمون شناختم یا بدبخت استودگی در بدرم نه زنو را میبینیم نه فرزندو را نه خرسندی دای نه زیقی دای همه خش تبور میمبره توی میکنه یگان چی نیستی یگان برنامه ندارن که این خلق بگردونن برن
ягон завода ки ҳуй мекунанд як ҳафта баъд ай кор мебурояд, барое ки рӯшона сиёҳ мекунанд. ما با دل پر با اطمینان کامل من میتونم بگم که حکومت رحمانوف از بودجت دولت تا امروزه یگان کارخانه ساختگی نیست. فقط یا طلبیده است یا که کسی را مجبور کرده است یا یعنی که مردم به یک دسیسه و فریب گفته است که شما خودتان بسازین و ما کمکتون میکنیم. مردم آمدن تا یک اندازه را ساختن و بالاخره در نیمه راه مانده است. همین زوادهایی که کشوده میشوه همش هم صاحبکارای عادی میکشوین. این همین رحمانوف یا فرزندش یا یک کسی دیگهش گاه میشوه یک زواد دو بار قیچیش میگیره میرون لنگه قیچیش در دستش میگرده نغز میبیننه که اینا یک چیده که حسین اشرف اینا مثالی گپ پاندемия بود خلق همیق عذاب ده مثالی گپ خلق همیق عذاب خلق پول نداشت که یگان چی بخره حال خونه رفتن و سبسته. اگر که این غمخوار ملت که می بود، اگر این غمخوار خلق تاجیکستان که می بود، این او سامان ایر اونو دامادوشه کم ترک می قپید می گفت که فایده نبینه هیچ گب نداره. ای تک میلیارد را دزیدگی جمع کدگیه. یگان همی تو یک اقلان همی مهاجرا ای همی سیتواسیا برآمدن بلیت ارزان تر میکرد که همو را از خودشون همو را از خود مثال سوزشواری و دیگهش کارگراشون خیلی کم ترک فایده میدیدن. نه که ما دیدستیم اکاوخی چیه نمیتونست بکنه دیلش اگر با ملت با خلق میسوخت. ای تک میلیارد را دزیده همه را در تاجیکستان چی تیلا و چی بایگری بود همه را دزیده نیمی زمینامون فروخته با فروخته استشون مثالی گفت اقلان کمتر مثال فایده میدیدن ارزانتر میکردن مثالی گفت نه که نمیکنن برای که این ملت زدگی ایوخی این همی ملت بنامی الله این همی قدر نداره یگان قدر نداره این ملت این خلق تاجیکستان یگان قدر نداره در بوگی این همی کلاش رنگی کلای خوب دم کدگی در گردنش یک کرست او با فکرم یا این فرعونی کشال کدگی میگرده بدبخته او خیلی مدال باید در گردن تو باشه اکا او خیلی قهرمانی در گردن دیگه اینه برادرو باشه در گردن عزت امان باشه او خیلی مدالو باید که دیل شما به خلق میسوزه. تو بدبخت چیکو کدی در 92 و 90 توها زیرا کشته استیمون محکمون کده استی چی بهبودی کدگی تو 4 تا دوشنبه ده و من بچه دوشنبه اوخی چی آبادی های دومه که تو میسازی ما پول ندارم او خونه بخرم با بدبختا همون دزا شما میخره او خونه را ازدواج چون میکنه 20 تایی 50 تایی 100 تایی خونه داره کم بغل زورش نمیرسه با او خونه او دومه میسازن برای خود چون میسازن اکا راست